تو را من چشم در راهم، شباهنگام که میگیرند در شاخ طلاجن. سایه ها رنگ سیاهی و آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم. چطور سران کشور ما فریاد نمیکشند، از این فاجعه ها گریه نمیکنند، نمیبینن اینها، لمس نمیکنن؟ اینا همه کشور رو سیاه میکنن، اینا دل همه ما رو سیاه میکنن. اگه راضی باشه، اگه ما سکوت بکنیم همه ما رو ویران میکنه و همه ما رو به جهنم میبره، ما همه ما رو به ویران میبره. شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرده ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. مردم راضی به جنایت نیستن، راضی به خرابی خوابگاه ها نیستن، راضی به این که یه آدم های مثل جانی پیدا بشن، به خونه های مردم حمله بکنن، ماشین های مردم بشکنن، راضی به این مسئله نیستن. خود همین عدم رضایت نشان زندگی ملت. تو را من چشم در راهم، شباهنگام که میگیرند در شاخ طلاجن. سایه ها رنگ سیاهی و آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم. کشور یقینا نمیتواند تبدیل به یه زندانی بشه که 70 میلیون نفر رو در آن زندانی بکنند. مردم وقتی خواستاشون عوض میشه، آزادی بخوان، حقوق خودشون تو را بخوان. من چشم در راهم.